روز بخیر دوستان عزیز. من حال در سومون ایر پرواز داریم به طرف ایران. مهمان شهر تهران میشیم. ما راستی گپ از 15 تا 18 فوتبال دوستانه بین هنرمندا بلاگرها است. راستی گپ این رکلام ما علی سودوکی دوستی ما خبردار شدیم. ما را زنگ زد که ایران یک کهش نمیدونم طرف مازندران باشه، او را خودش میدونم، نمیدونم راستی گپ همه یک که گفت بنوار نگرفتم مونده بیا یک جای بنوار بگیریم. راستی گپ ما رفته سیمه که طرف ایران پیگیری کانال های ما باشه. البته ویدیوهای خوب خاطرمون پیشکش شما میگردم. من در سمونه ایریم. مطلی باباگی میگه ای جهان خورده ده جهان دیده باش. هم خیلی هست آقای علی؟ بله متوجه نشدم چی گفتی. حواسم نبود شما میگه ای جهان خورده ده جهان دیده باش. هم خیلی هست؟ جهان دیده نکن. ما راستی که فوتبال می اومدیم که آقا علی زنگ زد که خیلی بیا یکم جا تماشا میریم. من فکر کردم که طرفای کوه مازندران یا یکم جایی که یکم جای تاریخی با ایستادم گفتم ممکن افغانستان تماشا میریم. برای اینکه هماهنگی کردیم که طرف افغانستان میریم. گفت که دشت کربلا میریم. ما هم چه اینا میگیم که طرف دشت کربلا میریم. خیلی گپ. ما گفتم ممکن که یادم خیلی گپا از طرف دشت کربلا میریم. میگیم که در حقیقت بده دشت کربلا. بله دقیقاً دشت کربلا حقیقت داره و میریم میبینیم جاشو تو اشعار مولانا اومده. کجایید ای شهیدان خدایی بلاجویان دشت کربلایی. میریم اونجا رو با هم دیگه میبینیم ماجراهاشو. حالا دوست محمد جان خودش براتون توضیح میده. بالای قبر امام حسین، امام علی، جای مختلف رو میریم و اون مناطق رو بهتون نشون میدیم. جایی که شهید شدن، اتفاقات که افتاده توضیح میدیم. زنده و سربلند باشید. یک جای میریم دیدن میکنیم در روی دنیا چی گپه، چی کارای، چی خبره. دیدن در کار شنیدن که بود مانند دیدن. میریم میبینیم آقا علی راهبر ما حرکت میکنیم خود عراق حرکت میکنیم به پیش. عراق دشت کربلا با ما باشید. خداوند نگهبانتون. یک جای حرکت میکنیم 9 ساعت راه بده همینجا تو همون سرحد ما حرکت میکنیم. راه ده برومدیم اینا حاج عینی حال در شهری قم. شهر قم هست. در شهر قم هستیم. قم نه برادرها رفته استیم ایده کلمه. یه چورتی بزنیم اینجا استراحت میکنیم بعد حرکت میکنیم. تمام. وقتی راه بسیاری بعد اومدیم مونده شدیم. طرف مسجدها داره، طرفش زنونه، طرفش مردانه. خیلی خوب. اونجا در خیلی آوی بی پل آو میده یعنی خیلی آوی بی پل. حال با میگه اگر دلشی بریم خروکای بی پل داره خروک میتونه. خیلی خلاصه هر جا هر خیلی داره. چی میگه؟ هم خیلی شون همین بده ایورا. آدمای مقیمی همینجا آو دارن آوی بی پل میتن. آوی هر خیلی را این ساک. اینجا جای خود تیار کردن آدمایی که راه دوره 1000 کیلومتر 800 کیلومتر راه که میری شوفیرها مونده میشوند آدما مونده میشوند. ماشین تا اونجا میمونی میای اینجا آب میخری. ولی اگر دور بری میگه با خوراک هم داره خوراک میخری بپل. من که جای خوب کردم بپل میخوام میگم. مردم خواه دم میگیره خوب تا میگیری با میبری باید خفای سفرت میشه بود دوام بیتی سفر تا
اینجا اومدیم سهمیه رو گرفتیم، داریم میریم و بریم دیگه. ما الان یه شب تا صبح کامل خوابیدیم، هیچ جام نرفتیم، ولی خب خستگیمون در رفت دیگه. امشب عراقیم انشالله دیگه، عراقیم و میریم کارا رو میرسیم، لقممون رو بگیریم بزنیم که بریم. زرنگی کردیم، صبر کردیم آفتاب بزنیم، تو آفتاب تو گرما بریم، سرد میشه شب اذیت میشه تو این آفتاب. داریم با ایران شهرک تهران فوتبال دوستانه بین هنرمندان از روز 15 تا 18 البته که در شهرک تهران میخوان نفرانی که با ما همراه باشن. این رقم‌ها سامان تریول یک توره، همین توری از همین 15 تا 18 هم میتونن که با ما هم شهرک تهران رو تماشا کنیم و هم در آمده فوتبال هنرمندان را. در فوتبال البته که هنرمندان هستن، اینا قربانی صابر است، حبیب حکیموف است، زنجبیل برو است، من بنده شخصا هستم، دیگر برادرها هستن، میتونین بیاین تماشا کنیم و یک جای تیم تاجیکستان رو دستگیری کنین، خرسندی ما میشود. خدا نگهبانتون. ما پیشکی رفتم.